نه ای کجا روزی درست کارش خو نه خونه میرو نه خود میکنه هوخی گوش کپا خیلی با شما دو با زنگ میزنم چیزی شید نشید با شما دو زنگ میزنم مایلا خب مایلا اوفه پشایمون شدم همین ترما گرفتم چی شدی؟ پشایمون شدم پشایمون شدی؟ آه خودی تو مرا دوست نمیداری؟ نه راست خیلی بود با چو در تکی چودر ملو پرسیدک تا ها گفتی؟ من ها نگفتم چی ها نگفتی؟ گفتی کو؟ ها مفهمی من گفتستم که من ها نگفتم مرا دوگانم سوال دادن که همین شهر بزه من گفتم ها دوستان عزیز میدونم که شما اویاکسی ارزان گفتین نمیدونید بلیط از کجا بگیرین با شما کمپانی شاهنامه را توصیه میدیم با دلی پر به تمام دنیا با باوری بلیط خریداری نمایید خدمت رسانیشون به سطح بلنده نرخشون خیلی ارزانه مرحمت در واتساپشون نویسین 24 ساعت به شما جواب میدیم گوش کن مرا کایسادی تو چه خیلی آدمی پشای تو اومدی زورا و نولا کردی که زنم دا سپیچکا میگیرم سپیچکا را گرفتی نمیتی قرضی مرا که میتیم تا صبر کن میتیم تا اوخای چی میتی اوخی چند روز داری خونه من میام میگم قرضی مرا بده ا بچه 6000 سومون ای پول کم هم نیست اوخی خیا بالو میکنیم کم تر دیگه صبر کن گوش کن مرا کایسادی 2 روز مهلت نمی 2 روز دا پول بیار نیاری سودا میتم تا سعدی ای بچه از هر زنگ زده سا تلفن تا نمیبرداری شوتم تمام شد از زنگ زده که تو تلفن تا برداری نوزنگیرم گفتن دیگه بخیوانه را گرفته یا روزی دروز غوکی اووری اوبوزی میکنی چو کده بونو نصر نیز ای کجا سونا جون تلفن فروختم تلفن فروختی او ای خیج گمنه و خیزتو پول چه گرفته ای کو چی به نصرنی خیلی نمیم توی دا همین خیلی قرضدار شدم باور کد منم سرم ویرون شده ای سعدی جان زیخ نشه قرضدار قرضشه میگیره زن میمونه زن ای کجا زن برفت قرض موند قرض